یک گروه از یک آب در یک ظرف برای شستشوی روی، موی، تازه کردن بینی و تف کردن استفاده می‌بردند. جزء جدا نشونده حیات روزمره و مراسم‌های دینی روس استعمال دائمی شراب بود. در سال 922 میلادی با این قوم شمالی روبرو شد، یعنی ولگا فرود آمدند. هرگز جسم‌های رساتر از آنها ندیدم. ابن فضلان با لحن تند و انتقادی آنها را ناپاکترین مخلوق الله می‌نامد و خدایانشان را که از چوب تراشیده بودند اساساً برای کسب درآمد و موفقیت در سودا پرستش می‌کردند. پیش از قتل 6 مرد در داخل کشتی با کنیز جما کردند. پس شروع کرد به اینکه آن را در میان قبره‌های او موضع به موضع داخل می‌کرد و اما ما او را با آتش در یک لحظه می‌سوزانیم. پس از وقت و ساعت خود زود داخل بهشت می‌شود. آنها هیچ گونه شرمی از انجام رابطه جنسی در حضور دیگران نداشتند. روزها در سفرنامه ابن فضلان. بر پایه متن اصلی رساله جغرافیدان، فقیه و کاتب سفارت خلافت عباسی احمد بن فضلان ابن عباس ابن راشد ابن حماد رحمه الله گزارش آماده کردیم که به بررسی عمیق و همه‌جانبه حیات، اعتقادات، ساختار اجتماعی و عادات و رسوم قوم روس می‌پردازد. ابن فضلان در سال 921 میلادی از بغداد به سوی سرزمین سقالیبه در کنار رود ولگا حرکت کرد. در سال 922 میلادی با این قوم شمالی روبرو شد. گزارش او نه تنها یک سفرنامه بلکه یک سند بی‌نظیر آنتروپولوژی یا خود انسانشناسی محسوب می‌یابد که جزئیات حیرت انگیز زندگی این قوم را پیش از قبول مسیحیت با دقیق کاری خاص ثبت کرده است. در این مقاله تمام جنبه‌های حیات آنها با استناد به متن عربی و ترجمه دقیق تاجیکی با رعایت امانتداری علمی بررسی می‌گردد. وصف جسمانی. نخستین چیزی که توجه ابن فضلان را به خود جلب کرد ساخت بدن غیر عادی، تناسب جسمانی و قد و قامت بلند مردان روس بود. او آنها را به درختان خرما تشبیه می‌دهد که این نشان دهنده تفاوت آشکار جسمانی میان آنها و مردم خراسان و بغداد است. ابن فضلان میگوید و مردم روس را دیدم که برای تجارت خود آمده بودند و در کنار رود ایتیل یعنی ولگا فرود آمدند. هرگز جسم‌های رساتر از آنها ندیدم، گویا که آنها درختان خرما باشند. زردموی و سرخروی هستند. کرته و یا خفتان نمی‌پوشند، ولیکن مرد از میان آنها لباسی می‌پوشد که آن را بر یکی از دو پهلوی خود می‌پیچاند و یکی از دو دست خود را از آن بیرون می‌آورد تا برای کار یا استفاده از سلاح آزاد باشد. بهداشت و تازگی روزها. برای یک دانشمند مسلمانی که از مرکز تمدن اسلامی از بغداد آمده است و با فرهنگ طهارت، غسل و پاکیزگی پرورش یافته است، عادات روزها نفرت آور و غیر قابل قبول بودند. ابن فضلان با لحن تند و انتقادی آنها را ناپاکترین مخلوق الله می‌نامد و از استنجا نکردن و سر و تن نشستن آنها شکایت می‌کند. ابن فضلان میگوید و آنها ناپاکترین خلق خدا هستند. نه از نجاست قضای حاجت استنجا می‌کنند و نه از پیشاب خود را پاک می‌سازند و نه از جنابت غسل میکنند و نه دستهای خود را بعد خوردن طعام میشویند، بلکه آنها مانند خران گمراهند. اما حیرت آورترین و شاید دل بی‌حضور کننده ترین صحنه برای ابن فضلان مراسم شستشوی صبحگاهی دست جمعی بود. او با جزئیات توصیف میکند که چگونه تمام اعضای یک خانواده یا یک گروه از یک آب در یک ظرف برای شستشوی روی، موی، تازه کردن بینی و تف کردن استفاده میبردند و آن هم بدون آنکه آن آب را عوض کنند. ابن فضلان میگوید و هر روز برای آنها شستن رویهایشان و سرهایشان با ناپاکترین و پلیدترین آب ناگزیر است و آن بدین گونه است که کنیز هر صبح می آید و همراهش ظرف بزرگی است که در آن آب ریخته شده است. پس آن را به خواجه اش میدهد. آنگاه او در آن دست و رو و موی سرش را میشوید و با شانه در داخل تست شانه میکند. سپس در آن آب بینی میافکند و در آن توف میکند و هیچ چیزی از ناپاکی را ترک نمیکند مگر اینکه این را در همون آب انجام میدهد. پس چون از آن چی به آن نیاز دارد فارغ شد، کنیز تست را به سوی کسی که در پهلوی اوست میبرد. پس او نیز مانند کار رفیقش انجام میدهد و همواره آن را از یک نفر به نفر دیگر میبرد تا اینکه آن را بر تمام کسانی که در خانه هستند میگرداند و هر یک از آنها در آن آب بینی میاندازد و در آن توف میکند و روی مویش را در آن میشوید.
دین روس‌ها و تجارت آنها. ابن فضلان روند عبادت کارگزاری و تجارتی تاجران روس را مفصلا بیان میکند. آنها بتپرست بودند و خدایانشان را که از چوب تراشیده بودند اساساً برای کسب درآمد و موفقیت در سودا پرستش میکردند. وقتی کشتی‌هایشان میرسید به نزد بت‌هایشان میرفتند. ابن فضلان میگوید هر یک از آنها خارج میشود و همراهش نان و گوشت و پیاز و شیر و شراب است تا اینکه به چوب دراز نصب شده میرسد که برای آن چهره شبیه چهره انسان است و در اطرافش صورت‌های کوچک و در پشت آن صورت‌ها چوب‌های دراز است که در زمین نصب شده‌اند. پس به نزد آن صورت بزرگ می‌آید و برای آن سجده می‌کند. سپس می‌گوید و با این هدیه نزد تو آمدم. سپس آنچه را که همراه دارد در پیش روی آن چوب می‌گذارد و می‌گوید می‌خواهم که تاجری را روزی من گردانی که همراهش دینارها و درهم‌های بسیار باشد. پس از من هر چی را که می‌خواهم بخرد و در آنچه می‌گویم به من مخالفت نکند. سپس آنجا منصرف می‌شود. اگر سودا خوب نمی‌شد آنها به زن و فرزندان بت هدیه میدادند و شفاعت می‌طلبیدند. اگر سودا خوب میشد قربانی بزرگ میکردند. سرهای گاو و گوسفند را در چوب‌ها می‌ریختند و گوشت را در زمین میپرتافتند. شبانه سگ‌ها آمده گوشت را می‌خوردند و روس‌ها این را علامت قبول قربانی می‌دانستند. ابن فضلان میگوید سگ‌ها میآیند و همه آن گوشت را می‌خورند. از کسی که این را انجام داده یعنی صاحب قربانی میگوید همانا پروردگارم از من راضی شد و هدیه مرا خورد. مراسم دفن سردار و قربانی بخش مهمترین، مفصلترین و تکان دهنده ترین در گزارش ابن فضلان تصویر دقیق مراسم سوزاندن یک سردار ثروتمند روس است. این مراسم که 10 روز طول میکشد مجموعه کامل از باورهای آنها را درباره مرگ، حیات پس از مرگ و نقش قربانی نشان میدهد. تقسیم میراث پیش از همه مال میت به 3 قسم تقسیم میشد که نشان دهنده اهمیت آمادگی به سفر آخرت و مراسم دفن است. ابن فضلان میگوید اما مرد ثروتمند مالش را جمع میکند و آن را 3-1 قسمت میکند. پس 1-3 برای اهل اوست و 1-3 با آن برای او لباسها میدوزند و 1-3 با آن شراب میسازند که آن را در روز مینوشند که کنیزکش خودش را میکشد و همراه خواجه اش سوزانده میشود. قربانی اختیاری کنیز برای همراهی در جهان دیگر یکی از کنیزان باید اختیاراً برای مرگ پیش قدم بشد. ابن فضلان تاکید میکند که پس از اعلان راضیگی به قربان شدن بازگشت از قول ناممکن بود. ابن فضلان میگوید و هرگاه سروری از آنها بمیرد خانواده اش به کنیزان و غلامان او میگویند کی از شما همراهی او میمیرد؟ آنگاه بعضی از آنها میگویند من. پس هرگاه این سخن را بگوید برای او هرگز روان نیست که از قولش برگردد و اگر حتی پشیمان هم شود او را ترک نمیکند و بیشتر کسانی که این کار را میکنند کنیزان هستند. آماده سازی کشتی و قربانی های حیوانات کشتی را به خشکی میکشند و برای میت قصر چوبینه میسازند که با متاعهای گرانبها و دیبای رومی آراسته شده بود. بعد از آن که میت را که در قبر موقتی سیاه شده بود بیرون می آورند و به او لباسهای شاهانه میپوشانند و در کشتی مینشینانند. در اطرافش قربانی های زیاد میکردند: 2 اسب، 2 گاو، 1 خروس و 1 مرغ. ابن فضلان میگوید پس به میت شلوار، جوراب، موزه، کرته و خفتان ابریشمین میپوشاندند که تگمه های طلایی داشت و بر سرش کلاه دیبای سموری گذاشتند و او را برداشتند تا که داخل قبه کردند که در کشتی بود و او را در بستر نشاندند و در بالشتا تکیه دادند و شراب و میوه و ریحان آوردند و همراهش گذاشت و نان و گوشت و پیاز آوردند و در پیشش پرتافتند و سگ آوردند و آن را 2 پاره کردند و در کشتی انداختند. سپس همه سلاحش را آوردند و در پهلویش گذاشتند. سپس 2 اسب را گرفتند و دواندند تا عرق کردند. سپس آنها را با شمشیر پاره کردند و گوشتشان را در کشتی انداخت. سپس 2 گاو را آوردند و آن را نیز 2 پاره کردند و آن را نیز پاره کردند و در آن انداختند. سپس خروس و مرغ را حاضر کردند و کشتند و در آن پرتافتند و آن کنیزی که میخواست کشته شود روا میکرد و به هر خیمه از خیمه های آنها داخل میشد و صاحب خیمه با او جماع میکرد و به او میگفت به خواجه ات برسان که من این کار را تنها از روی محبتم به خواجه ات انجام دادم. پیرزال قربانی کننده مسئول اجرای قتل قربانی پیرزن دهشتناک و بزرگجثه با لقب فرشته مرگ بود. پیش از قتل 6 مرد در داخل کشتی با کنیز جماع کردند. سپس مراسم قتل صورت گرفت. مردان ریسمان را میکشیدند و پیرزن خنجر میزد در حالی که دیگران بر سپرها میکوبیدند تا صدای فریاد کنیز شنیده نشود. ابن فضلان میگوید و مردان شروع کردند به زدن چوب بر سپرها تا صدای فریاد این کنیزک شنیده نشود تا دیگر کنیزان بیتابی کنند و مرگ به خواجه اشان را طلب
وارد نکنند. و این پیرزنی که فرشته مرگ نامیده میشد در گردن او ریسمانی را به صورت پیچیده قرار داد و اون را به 2 نفر داد تا اون را بکشند و پیش آمد در حالی که همراهش خنجر با تیغ پهن داشت. پس شروع کرد به اینکه اون را در میان قبره‌های او موضع به موضع داخل میکرد و اون را بیرون می آورد و آن 2 مرد او را با ریسمان خفه میکردند تا اینکه مرد. سوزاندن مرده. برای آتش زدن کشتی نزدیکترین خیش میت برهنه شد و عقب راه رفت و کشتی را آتش زد. آنها باور داشتند که آتش وسیله پاکسازی و انتقال سریع به بهشت است. یکی از مردان روس به ابن فضلان گفت: شما ای جماعت عرب احمق هستید. گفتم برای چی؟ گفت برای آنکه شما قصد دفن محبوب ترین مردم در نزد شما و گرامی ترین آنها برای شما میکنید، پس او را در خاک می اندازید و خاک و حشرات و کرم او را میخورد و اما ما او را با آتش در یک لحظه میسوزانیم، پس از وقت و ساعت خود زود داخل بهشت میشود. سپس باد سختی وزید و آتش را شعله‌ور کرد که باعث خوشحالی آنها شد. سپس خنده بسیار کرد. پس از اون پرسیدم، گفت از محبت پروردگارش باعث که باد را فرستاد تا او را در 1 ساعت زود بگیرد. عادات جنسی بی‌بند و بار. یکی از نکته‌های حیرت انگیزی که ابن فضلان با صراحت و تعجب به آن اشاره می‌کند، رفتار جنسی بی‌بند و بار قوم روس در محضر آن بود. برای یک سیاح مسلمان که از جامعه پوشیده و دارای قواعد سخت اخلاقی آمده بود، دیدن چنین صحنه‌ها غیر قابل تصور است. آنها هیچ گونه شرمی از انجام رابطه جنسی در حضور دیگران نداشتند و حتی این کار را در برابر شریکان و خریداران خود انجام می‌دادند. ابن فضلان میگوید و در یک خانه 10 نفر یا 20 نفر یا کمتر یا بیشتر جمع بشوند و برای هر یکی از آنها تخت است که بر آن می‌نشیند و همراه آنها کنیزان زیبا برای تاجران هستند، پس یکی از آنها به کنیزش هم بستر می‌شود در حالی که رفیقش به او نگاه می‌کند و بسا گروهی از آنها در این حالت جمع می‌شوند در حالی که بعضیشان در پهلوی بعضی دیگر هستند. ابن فضلان علاوه می‌کند و چه بسا تاجر بر آنها وارد می‌شود تا از بعضیشان کنیز بخرد، پس به او برمی‌خورد در حالی که صاحب کنیز با اون کنیز هم بستر است. پس بعد وارد شدن خریدار به نزد آن تاجر او از کنیز جدا نمی شود تا که نیاز شهوانیش را برآورده سازد. استعمال مفرط و مرگبار شراب. جزء جدا نشونده حیات روزمره و مراسم‌های دینی روس استعمال دائمی شراب بود. ابن فضلان ذکر می‌کند که آنها با شرابخوری معتاد بودند و این عادت گاه سبب مرگ ایشان می‌شد و آنها شیفته و حریص شراب هستند. آن را شب و روز می‌نوشند و چه بسا یکی از آنها می‌میرد در حالی که جام در دستش است. حتی در مراسم دفن کنیزی که قرار بود قربان شود، روزهای آخر را به نوشیدن شراب و سرودخوانی می‌گذراند تا ترس و وحشت مرگ بر او غالب نآید و در حالت مستی به استقبال مرگ برود. و کنیز در هر روز در دوام 10 روز پیش از قربانی می نوشد و سرود می خواند در حالی که شادمان و خوشحال است. در لحظه های آخرین پیش از وارد شدن به قبه مرگ به او جام آخرین را می دادند. ابن فضلان می گوید و به او جام شراب دادند، پس بر آن سرود خواند و آن را نوشید. پس ترجمان به من گفت همانا به این کار او به دوگانه هایش ودا می کند. نقش کمپیر زال قاتل و خادمان او. درباره به نقش پیرزن قتل کننده اشاره شد، اما ابن فضلان جزئیات بیشتری درباره خانواده و یاران این پیرزن می‌دهد. این پیرزن که فرشته مرگ نامیده میشد تنها نبود. او دخترانی داشت که در آماده سازی قربانی نقش کلیدی داشتند. آن دختران در طول مراسم همراه کنیز بودند و حتی وظیفه شستن دست و پای او را به دوش داشتند که نشان دهنده یک نوع پرستش یا آماده سازی مقدس برای قربانی است. ابن فضلان میگوید پس 2 کنیز را بر کنیز قربانی شونده موکل کردند که از او مراقبت کنند و هر جا که میرود همراه او باشند تا آنجا که چی بسا آن 2 پایهای او را با دستهای خود میشستند. در لحظه ودا کنیز زیورهای خود را به آن زنان میبخشید. ابن فضلان میگوید پس 2 دستبندی را که در دستان او بود بیرون آورد و آن 2 را به زن داد. رشته مرگ نامیده میشود و او همان کسی است که او را میکشد. و 2 خلخالی را که بر پای او بود بیرون آورد و آن 2 را به 2 کنیز داد که به او خدمت میکردند و آن 2 دختران زنی معروف به لقب فرشته مرگ بودند.
می‌کردند. پس از آن که کشتی و تمام محتویاتش به خاکستر تبدیل یافت، مراسم به پایان نمی‌رسید. روس‌ها برای جاویدان ساختن خاطره سردار خود و نشان دادن محل عبور به عالم دیگر بر روی خاکسترها تپه می‌ساختند و نشان بر آن می‌گذاشتند. ابن فضلان این مرحله را چنین توصیف می‌کند: سپس بر جای آن کشتی که آن را از رودخانه بیرون آورده بودند، چیزی شبیه تپه گرد ساختند و در وسط آن چوب بزرگ خدنگ را نصب کردند و در آن نام مرد میت و نام پادشاه روس را نوشتند و بازگشتند. این عمل نشان می‌دهد که آنها نوع از خط یا علامت گذاری داشتند و نام پادشاه را در کنار نام میت همچون سند هویت و افتخار ثبت می‌کردند. خلاصه گزارش احمد ابن فضلان رحمه الله سند به همتای است که پرده از روی تاریک‌ترین و اسرارآمیزترین گوشه‌های تاریخ بشریت می‌بردارد. مشاهده‌های او از نمود ظاهری پهلوانانه تا عادات بهداشتی بدویانه، از تجارت آمیخته با بتپرستی تا مراسم دفن پردبدبه و خونین، تصویر کامل از یک تمدن خاص در عصر دهم میلادی را پیشکش می‌کند. این نوشته‌ها نه تنها ارزش تاریخی بلکه ارزش بزرگ مردم شناسی و جامعه شناسی دارند.